امروز در سطح جهان کتاب شیخ محمد رحمه الله کتاب توحیدش فقط یگانه درسگاه است. در یک منطقه جهان نمیبینی که کتاب توحید تدریس نشوه و او توزیع نشوه، تشریح نشوه، به خاطر شناخت عقیده توحید الله. او واقعا یگانه کتابی است که همه موضوعات توحید مکمل بیان کرده و ریشای شرک کشیده. ولی با تأسف دشمنای دین وقتی فهمیدن که اگر این ملت ها پس رجوع بکنه به مو کتاب الله، به مو حدیث رسول الله، به دو چشمه های دین که هیچ کدورت و خیٹی در او وجود نداره، شبهه وجود نداره، آرا و نظریت کسی امرای این دو منبع وجود نداره، مردم باز نه قطما دوستی میکنه، نه ایله بازی میکنه، نه مصلحت بازی میکنه، نه پشتی مساله میگرده، یا باز خط مستقیم قرآن و حدیث میگیره. این یهود و نصارا باز در دیار ما گاهی هم کافر کامیاب نمیشد. امروز شما میبینی اولین دشمن این استعمار و این دنیای کفر فقط عقیده سلفیت است. دیگه عقیده را کار نداره، بلکه مسجد و مدرسه را برش ساخته رویسته، هیچ حراسی از پیش نداره. حراس فقط از یک نقطه است. اون نقطه کدام است؟ رجوع به قرآن و حدیث. ما معتبر نستیم، اشخاص معتبر نیست پیش از وا. پیش از وا اینمی اندیشه و اینمی مفکوره و اینمی نظام معتبر است. هر کسی که به این نظام، به این اندیشه، به این فکر رجوع بکنه استعمار نمیگذارش، میفهمه که یا حقیقت دینی خود درک میکنه. باز ما نمیتونیم امرای از وا سودا بازی بکنیم، نمیتونیم. از همون خاطر شما امروز مطالعه بکنید، خودتان نظر بندازه دنیای کفر دشمنی کدام طایفه است ببینیشه. ایره ما کمال باید بدانیم، ایره باید عقیده بکنیم، یقین بکنیم و امی یکی از جمله نشانه های حق است. الحمدلله.